عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. از امیرالمؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت: شنیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: همان اعمال و کردار به نیت بستگی دارد و هر کس به اندازه نیتش از کردارش اجر و ثواب میبرد. پس کسی که هجرت و انتقال او به سوی خدا و پیامبر بوده باشد، این هجرت به سوی خدا و پیامبر اوست. و هر کس هجرتش به خاطر مال دنیا و یا به خاطر زنی باشد که بخواهد با او ازدواج کند، اهمیت هجرت او برابر با همین قصد و همت اوست.